خدای من، دیشب خیلی دلم هوای تو را کرده بود و میخواستم با تو سخن بگویم و درد دل کنم، اما به یاد گناهان خویش افتادم. شرمنده رویت شدم و سکوت کردم. راستش از تو خجالت کشیدم، اما وقتی به تپش‌های قلب خویش گوش فرا دادم، دوباره متوجه لطف تو شدم. این قلب من به عشق تو می‌تپد، زیرا تو مرا عاشق زیبایی‌هایت نموده ای و من دیگر نمی‌توانم دوستت نداشته باشم. آن خجالت گناه در پرتب عشق تو رنگ باخت و بار دیگر صدایت زدم: ای خدای قلب من، دوستت دارم. خدای من، اگر می دانستم که عذاب کردن برای تو فایده ای دارد، از تو می خواستم تا به من صبری عنایت کنی تا عذاب تو را تحمل کنم. اما چه کنم؟ می دانم اگر همه مردم نافرمانی تو کنند و تو هیچ ضرری نمی رسانند، حال که می دانم معصیت و گناه هم به تو هیچ ضرری نمی رساند، اکنون که می دانم حتی کارهای خوب من هم برای تو هیچ فایده ای ندارد، از تو می خواهم که گناهم را ببخشایی و مرا از عذاب خود نجات دهی. ای کسی که قلب از من هم گناهکاران زیادی را بخشیده ای، ای مهربان ترین مهربانان.